Директор مرکز نظارت دولت سنتری اپیدمیولوژی مرحمت جواب. که شما هستید و شکل منی متخصص شده امریکان که از جمهوری آفریقای آغاز زدید البته در دولت‌های آمریکا و در فدراسیون روسیه نیست همین همین بیماری رفته است که اطلاع دادن نماینده‌های وزارت تندرستی فدراسیون روسیه ولی شما بیشتر فدراسیون روسیه میگم برای اینکه شبانه ما بیشتر به آنجا آمد دارم البته اون اساس شتاب ناف خدمت شده است شما بسته که در فدراسیون روسیه و واسطه فیزیول گشت ما تشخیص ویروسولوژی که در سطح فدراسیون داریم ما ویروس معین می‌کنیم در PCR هم در شهر گفتار هم در شهر کلوب هم در نوعیت نمره و در نوعیت کلوبیان کدام شکلی که نباشد ما معین می‌کنیم از روی علامت‌هایی که ما بیمارانی که در قید داریم که معلومات‌هایی که از دیگر دولت‌ها ما می‌گیریم از روی علامت‌های این شکلی و اومیکرون نزدیکی می‌کنند یکی حالاتشان صبور و مانده درد دلو درد حرارت بلندی بعضی حالت‌های شدت دیلتا که بود میکروب شوش در اینها ما قدر دیدن نمی‌توانیم خیلی نیست حالت‌های بیستری کنونی هم ما با خیلی نگرفتیم برای من از روی تحلیل‌هایی که ما داریم اون تشخیصی که ما می‌توانیم معین کردیم که این ویروسی کووید 19 می‌باشد لیکن شکل ما معین نکنیم که از روی علامت‌ها ما می‌توانیم که این شکل اومیکرون است. ما در همگی 12 نفر خیلی تازگی امبولاتوری قرار دارن از اینجا 5 نفرشون علامت ندارن اینا نفرانی که از فدراسیون روسیه بودشان در دیدگاه ما تشخیص میگیریم همه روزه وقتی که وارد میشن از اینا یه علامت معین کرده شدن و تمامی 14 روز نظارت قرار میگیرن و بعد از همین حالتهایی که بود اگر ما در شکل دلتا بعد از 6-7 روز ما تشخیص تکراری میگیریم بعد از ویروس توضیح میشه در دوران بعد 3-4 روز علاقه